یک کودک 5 ساله اویله مهاجران از تاجیکستان شام 31 ینور در کوچه لخمانوفسکایا در شرق مسکو از تیرزه قبط 18 بنای استقامتی به زمین افتاده به هلاکت رسیده است. بنا به اطلاع مقامات تفتیشاتی، کودک در رورو قبط 18 بنای 24 قبطه در محله کوسینا اوختامسکی بازی میکرد که به سبب هنوز نورافشان از تیرزه به زمین افتاده است. او هنوز تا آمدن طبیبان یاری تاجیلی جان داده است و طبیبان تنها مرگ کودک را تصدیق کردند و خلاص. معلوم نیست که به کدام دلیل در این فصل زمستان که حرارت هوا در مسکو سرد است، تیرزه رورو بنای استقامتی را گشوده گذاشتند. یاور ارشد رهبر ریاست تفتیشات شهر مسکو یولیا ایوانووا روز 1 فوریه خبر داد که در رابطه با مرگ این کودک شعبه تفتیشاتی منطقه پرووا بر اساس قسم 1 ماده 102 کودکس جنایتی روسیه با اتهام به هلاکت رسیدن از بی احتیاطی پرونده جنایتی گشوده است. بنا به معلومات تفتیشات شام 31 ینور سال 2022 در نزد یک بنای استقامتی در کوچه لخمانوفسکای شهر مسکو جسد یک کودک سال تولدش 2017 با جراحت‌های خاص افتادن از بلندی پیدا کرده شد. معاین کرده شد که کودک از قبط 18 بنا به زمین افتاده است، گفت یولیا ایوانووا. در حال حاضر تحقیق سبب‌های این حادثه فاجعه‌بار که با مرگ کودک انجامید ادامه دارد. مفتشان از جمله خویشاوندان کودک، همسایه‌ها و شاهدان احتمالی این حادثه را بازپرسی می‌کنند. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریباً نصف اهالی قابل کار تاجیکستان با مقصد تأمین روزگار خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری می‌روند و هر سال در روسیه بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک به علت‌های گوناگون ترک این دنیا می‌کنند. حادثه‌های ناخوش و فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست یکی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه به شمار می‌رود.